سلام بچه‌ها، به یه ویدیو دیگه خوش اومدین. امروز یه آنباکسینگ خیلی ریز داریم، امتحان کردن یکی دوتا محصول جدید و اینکه یه آرایش صورتی قهوه‌ای مد نظرمه. حالا بریم ببینیم که چطور پیش میره. اولین چیزی که میخوام امتحانش کنم این کرم دور چشم مایه که خب من قبلا کرم دور چشم سیگل و دکتر ژیلا زدم، هر دوشم خوب بوده و راضی بودم. حالا این مایم جدید گرفتم. مایم محصولای بدی نداره، واقعا به نظرم محصول ایرانی خیلی خوبیه. اینم خیلی تعریفش رو شنیدم. ببینید چجوریه، تکسچرش نرمه، خیلی راحت، ببینید خیلی راحت رو پوست کشیده میشه. دوتا بالم لب گرفتم از برند دافی که قبلا این برند رو استفاده کردم. بالم لباش رو واقعا خیلی با کیفیتن. یعنی اگر شما هم مثل من اینجورین که مدام بالم لب استفاده میکنید، واقعا خیلی خوبه بالم لباش. اینم نمیدونم چه طعمیشه ولی بنفشه. هم خیلی بوی خوبی دارن، هم خیلی لب و نرم و لطیف میکنه. فقط مشکلی که من با این دارم این چرخ شیشه. اینا ببین این حالا این سالمه، ولی من قبلا داشتم عادیشو که این چرخ شیش خراب بود، درست کار نمیکرد. بعد قبلی هم که داشتم شکست اصلا بالم لب از وسط، ولی خب باید با دقت استفاده کنم. ابروها من لیف کردم با صابون ابرو، آبرسان رو مرطوب کننده من زدم که دیگه خیلی وقت نگیره توی ویدیو این مراحل، چون مراحل قبل از آرایش من یکیه همیشه. حالا اگر میخواین ببینین توی ویدیو قبلیم هستش. برای کرم پودرم هم کرم پودر مایو میزنم. راستی یه چیزی، یه ویدیو یوتیوب دیدم، ویدیو آرایشی، داشت میگفتش که اگر میخواید آرایشتون مثلا نچرال تر بشه، بیاید اول کرم پودر و کانسیلر و هر پروداکتی اول بزنید کف دستتون، بعد اینو با براش اینجوری انگار مثلا پرایمش کنید، بعد بزنید رو صورتتون. حالا من کلن چون عادت ندارم که با براش کار کنم، آرایش کنم، کرم پودر رو اینا بزنم، این کار رو نمیتونم انجام بدم. من بیشتر همیشه با انگشتم میزنم و پروداکت رو میزنم روی صورتم مستقیم، یا میزنم رو انگشتم بعد میزنم رو صورتم. حالا اگر شما از افرادی هستین که با براش کرم پودر اینا میزنید، اینو امتحان کنید ببینید که چطور میشه. برای کانسیلر هم میام کانسیلر همیشگی نازنینم، کانسیلر شو میزنم. حالا ببینیم با این دور چشم مای که استفاده کردم کانسیلر چجوری با این میسته رو صورت، روی زیر چشم. یه چند تا جوشم زدم اینجا، نمیدونم واقعا دلیلش چیه. اینا هم یه مقداری کانسیلر میزنم و این جوش اینجا الان یه هفته است که هست و نمیره. این پرنده ها اومدن دوباره. آقا 2 تا پرنده هست، اینا هر روز ساعت 8 صبح میان میشینن روی این پنجره، بعد انقدر یعنی پشت هم صدا میکنن انگار که مثلا
آلارم زدی، آلارم روشن شده. من اصلا چندین بار اوایلش، الان باز بهشون عادت کردم، ولی چند بار اصلا بیدار شدم فکرم آلارم، دنبال این بودم که آلارم گوشیمو خاموش کنم. بعد فهمیدم که اینا چشم مایه اوکی بود، چون که خیلی راحت این کانسیلره بلند شد زیر چشم. خیلی اوکی و خوب بود. خیلی هم تکسچر نرم و لطیفی میده به زیر چشم. کانتور استیکشون سری میام میزنم روی صورتم، دیگه رو انگشتم نمیزنمش. ببینیم تکنیک خوبیه ها واسه کسایی که مثل من خیلی حرفه‌ای نیستن توی کانتور بینی. اول همین بزنید کانتور کنید، بعدش بیاید کانسیلر بزنید که قشنگ خطر رو درست بتونید درارید. من شخصا واسه خودم نمیتونم خطر رو صاف اینطوری درارم که بینیمو باریک‌تر کنم، ولی این الان کمک کرد، بهتر شد. برای روژگونه یه روژگونه استیکی دارم از کلینیک، اینو میزنم که من اینجوری بزنم رو صورتم. آیا زیاد شد؟ چون من خیلی از این استفاده نکردم. بزنم رو صورتم، بعد بیام بلندش کنم. میگم که چیز خوبیه توش دراد. اوکیه، رنگش هم خوبه. من آرایش صورتی رو خیلی دوست دارم، یعنی هر چقدر آرایش بیشتر به سمت نودی بره و نچرالی من بیشتر خوشم میاد تا این آرایش فانتزی. این کل چیزاییه که من قراره برای آرایش چشم، الان خط چشم هست، آرایش چشم استفاده کنم. یعنی ترکیب چند تا چیزه، ولی خب نتیجه خیلی نتیجه ساده و خیلی نازی میشه. خب اول یه سایه صورتی میزنم به پشت پلکم. این تیکه رو چی میگن؟ یعنی به نظر من پشت پلک میشه این پس چیه؟ نمیدونم به این چی باید گفت. سایه اتود استفاده میکنم که اگر ویدیو اولم رو دیدید با این آرایش شکوفه گیلاس رو انجام دادم. اگه ندیدید ببینید، اولین ویدیوم بود. یه کمی رنگی میدم به اینجا، چون اون صورتی قبلیه خیلی رنگی نداره، فقط پشت پلک رو آماده میکنه، یه فضایی میده. البته پرایمر هم داریم ما، پرایمر سایه، ولی خب من استفاده نمی کنم. این پالت ریمل، این رنگ سفیدش استفاده می کنم که پشت پلکمو یه مقدار روشن تر کنم. بیشتر این قسمت داخلی شو. و این هایلایتر گلدن روز، ببینید چه رنگ نازی داره، میزنم به کل پشت پلک که حالت منسجم تری باشه. حالت مورفی، این رنگش اسمش باترفلایه. با این قسمت اسفنجی این براشه، اینو میکشم اینجا، انگار یه حالت خط تور. اینجوری یه بار دیگه میذارم که پررنگ تر شه، انگار مثلا یه خط از اینجا تا اینجا، اینجوری به صورت با این هایلایتر کالیستا. این کار من تو همه آرایشام انجام میدم. گوشه چشم و یه مقداری اینجا. این
موهامم میزنم. خط چشمم کشیدم. دلم میخواست یه مقداری هم زیر چشم رو بیام یه کاری کنم. این خط چشم قهوه‌ای یه چیزی اینو بکشم، مثلا سایه بزنم. ریمل و این قهوه‌ای کم رنگه بزنم به زیر چشم. من عموما زیر چشم خیلی کاری باش ندارم چون چشمم نمیاد، ولی الان یهو هوس کردم که حرکتی بزنم. یه کمی هم توی چشم خط چشم مشکی، مداد مشکی بکشم. عادت ندارم به دیدن خودم با مداد توی والرلاین. این دیدی بیلی آیلیش چی کار میکنه؟ یه ویدیو آرایشی گذاشته بود از روتین آرایشش. خب حالا بهتر شد، خوش آمد. میاد با همین گوشواکونا توی این قسمت چششو، چون این قسمت خیسه دیگه، میاد خشک میکنه، پاک میکنه با گوشواکن. بعدش میاد مداد میکشه تو رژ لب کلینیک. خواستم خط لبم بکشم، یادم رفت. ببینم میشه از روی این. بلندش کنم. محصول دیگه که جدیده و میخوام امتحانش کنم این لیپ گلاس از مایر شماره 510 ما امیزینگ شاین بود. آها کریستال شاین مای شماره 510. خیلی خوب. رنگم داره و اکلیلم داره. من پسندیدم. رنگش نازه، البته که خب من زیر اون کلینیکه زدم، ولی رنگش در کل می‌بینی رنگ نوده. آیا دیده میشه یا نمیشه؟ یه رنگ نود خیلی قشنگیه. بعد اینکه توش اکلیل ریز ریز داره، یعنی خب اینو به تنهایی هم میتونید بزنید، ولی خب من الان روی این زدمم باز خوب شد. من فکر میکردم که قهوه‌ای تر باشه، ولی خب این رنگش واقعا زیباست. مرحله آخرم اسپری فیکس. اگر یه اسپری فیکس ایرانی سراغ دارین معرفی کنید، چون خیلی دلم میخواد که بجز این اسپری فیکس کالیستا که خیلی هم ازش راضیم، یه دونه دیگرم، یه برند دیگرم امتحان کنم. آقا این از آرایشم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من که واقعا این سبک آرایش رو خیلی دوست دارم. یه آرایش نوده، خیلی ملیح، نازه. مواظب خودتون باشید. امیدوارم تو ویدیو بعدی ببینمتون. خدافظ.